عجب صدایی داره خانم پریماه فولادوند از شهر درود استان لرستان. ایشون از نوجوانی به صورت حرفه‌ای آواز رو شروع کرده، استاد خاصی هم نداشته، با ساز ستار آشنایی داره ولی ساز گیتار رو به خوبی مینوازه. صدای بسیار زیبایی داره. با همدیگه بریم صداش رو ببینیم و بشنویم. برای آگاهی بیشتر کپشن رو بخونید. بی عروس تو کل بزن، بی عروس تو کل بزن، تا کنم جنگ شمشیرم به گل زنم، سیل چالنگ من دلی خان من بترم، شمشیر علی مردون، شمشیر علی مردون، طلای بیغش به زمین برچیزنه، به آسمون تشمم